سلام دوستان، خوش آمدید به کانال من. روزی من سر میشد از تحفه گیری. خواستم اول تحفه کشام من از کمپانی فیبرلیک. از در نشم کشویم چی ها باشد. چه نمو تحفه ها فیبرلیک، یعنی از کانالی مای تیچکی دیرکتوری فیبرلیک می باشد. تحفه رای کردم بی پول. بیاد، یعنی تحفه غیر عادی بود. من تا کوریر تا لبی دری خانه آورده داد. همین تحفه از نام خودشان منبع یعنی رای کردن. من از میگریم چیزی ها باشد. نمو ده همین گیل سیل کردم. من با تفتم با یعنی دخافکه تازه کنی، دخافکه پلیت تازه کنی با سریعت و بیاد این نقص من همین رای کردن. میدونم که بسیار پخت و پز میکنم برای دخافکه پلیت رای کردن. نظرم به این باشد برای پاچک دلیا ناک. من کمپانی فیبرلیک من اینش باشد. به فکرم دلیا روک باشد. دلیا روک من فیبرلیک همش. اینش پسته فیبرلیک نه نش باشد پودره واسه که میهاشه خودشان یعنی ویبر کروسیا کرن. از میکشیم چه خیف باشد پودره بکنید چه خیف خوش روید مینگونه یعنی پودره یعنی فیبرلیک نه من با اینجا با یعنی پماده اینش باشد توشی فیبرلیک نشم توش اجابت میگه چه خوش رویا اینم فیبرلیک نه نمی نمو تحفه رای کردم. این نداری خود را برای مایجان میرسانم لایم فیبرلیکا پیش رود. من نامرشم بالای اکران با کسی که میخواهد فیبرلیک یگان چیز کسب کند من میتونید با مایه مراجعت کنید کدام نمود من فیبرلیک لازم باشد. شما با یعنی دستافک رای میکنن تا در خانتان آورده خودش میتید. من اینه که این تحفه بود از نامی همنا برای من نمی تحفه ها بهترین یعنی تحفه. باران اندم خانواده نمیشینیم پاچت های رای کرمون کتم اگانچه گیرم بچه ها بکته زیر مریه را درامدن. این پیراجنی بیاد با لذت اینمی تتیانه دراف بیاد همین 150 روبیل 5 دانه من پیراجنی چه بیاد مزش نست راست خودم پزنده خیلی گفت بچه ها همینه گفت کتم از یکته گیرم همین بخواه یک چنیم چی گیریم و به خانه رویم. من مغازه مریه را به مسئله شدره یه دامده من نقش 54 و 50 کپیک جای پیشگاه همین شدره لیتا بودن نفخب خوازش دیگه بود. من شدره لیتا آمده 200 گرم نمیتونه ده همین گرفته بخوتو پزاتان با استفاده برید یا خیلی آبداری ها نمیشه تماما. نمی نقص پیچینی های خمرچه ریزه من میکنم. رینگ 60 روبل راسته که مگزین بیم درای چیزیه گیتنه نمیدانی گرنگ میشه. من کارتوشکی نه ما به 34 روبلی پیاز 26 روبل کارتوشکا من 34 روبل سبزی 99 روبل تازه کردگیش 99 روبل. نش مارکوف که کدامش باشد نیست فکر میجنده اکتمی تازه کردگیش های 99 روبلی. راسته همی شب است که باران دم نمیکته باران میبارد. من باران ریخت بشه نویانده نه چه هوانده چیز پوشته میدانی نه گشته نته میدانی کلوش های تاجیکی. ما آمدیم باز پلی کلینیکه و راسته که امروز روز بارانی بود. گفتم روز دوشنبه میبیم با خیلی برس به کارم بود. گفتم بیا یک بار اتفیتا گیریم بعد رویم. راسته انجا وقت شد 2 هفته اضافه بود که ما اتفیتای دختر گرفتگی بودیم و راسته که 2 هفته شد که ما علاقه و یعنی دختر گذشته شدگی بودیم و تنها همه اکیگه ماندگی بود یعنی ورچش اپسکانده بود. از روزی دوشنبه گذشته بودیم گفت آخری هفته با تیار میشه. از همین اکیگهش اتفیتش گرفته
یعنی قدشو ویساشو چیان کرده وراج به پاپیس مانده ما یعنی وایشه میگیریم کارتشو گرفته روز دوشنبه خدا خواهد صادق میبریم خودش با خودش بارانه با زاندکش قده یب کرم ساز بید پسرم یسم با روزی بارانی بودن به هیچکم نی راستی بلنیسی بعد رفتیم ولی عطفه تیار نبوده است گفته بود که آخری هفته بوده میشد روزی گفته است که روزی دوشنبه یا که سه شنبه تو آخری بلنیسی هم اونجا والبریس از همونجا بود رامده خیلی چیزای گریم چیزای زکاس کرگی مایا والبریس برامدیم آچو بچه فیکس بریس با ورک کراسی چیزی دکار با چی هم گری همون که بازی میکنیم همون که بازی میکنیم این چیزی که تنشی خودش نمیدونه یکچه پریویر که گشت این چیزایی تو با دکار نیه تو مکتب میخوانیم دا منه بیانه پریویر که آیست داریم مگستین تا آخر جا بریم پریویر که مکنم من نسکی و شرف و مایده چویده من یک گلاورد است کارزین که جهان نمودش که میغلطی پیشتادم یزنی بی چیزای در کاری موسولنی پاکیدنی و های تریپکه های پالو پیرگامیتنی بوماگا همه چیز هست راسته سیریت و ها پرشاک راستی مگزین به من بار آمده است بارک شده سالی بخواه نوینکه ها چیزی باشد راستی چه وقت بود خیلی پسوده هاش من اهمیه نمتیم کانالی پخت بازار را میرفته پسوده یکچی نیمچی در کامشون میگرفتم راستی حاضر پسوده هاش من اهمیه ندادیم خیلی بیمه یکچی نیمچی در کامشون میگیرم تمام من اینجا پدنشچوی با جای بگوارده است من چه نغزه که من اول برش چیزایی گرفتگیم پاچتاوی پاکت گرفتم من این گونه کریم گرفتم برای وای چه گوه ماسکه این کریم هم نمگوید برای همون تاچکای سیاهی روی میگرفته بالی بینی و نمونه میگرفته است خیلی کمینترش خواندم نغز بوده است گفتم یک بار رزا کس کنم چه گفتم قریب 500 روبل نمی با یک تا ابداک چه زکس کنم برای دختر چگانه خیلی یک جا به میهمان میریم که لیندی خواهم تولد کنم با این با خیلی نسی باشد فرمه چه میگیرم و زمینه میکشم خیلی چخالی شوهرم زکس کنم این چه گویم من افیکس پریس مگزین درومدم خیلی بچه ها مایده چوی دگرید من دوتا اهمین گرفتم این اصلش به برای کرندش اندازی گفتگی خیلیش برای دستورخان گرفتم راستی برای پویچاق و خیلی پیسته و بادام و قند و برای دستورخان گرفتم به حد نغز نگاه کنه چه خیلی داب نه یک تا پاپکا برای خیلی دکومنت ها گرفتم اینه من برای همین دستورخان گرفتم نکیمونه دوسته یک خیلیش گرفتم خیلی زیم کریم کشاده نگاه کنیم که دروناش چیزیه باشد بداک چه خیلی نغزه که نگاه کنید کرانه چه یک طرفش کرانچه این 200 چند روبل من خوشرو یگانجاش یگانچی نه من خوشرو مستحکم یعنی خوشرو آمدگی بیاد نگاه کنید خوشرو یک دخترچه ها با همین یعنی بداکی کرانچه میتونید خیلی برای دختراتان برای خیلی ساعت دیگه یگان باید شود با من به هورکابه گرید بیاد نغزکک شدم من نگاه کنید هنوین بالی بینیتان با مالیده با من نگاه کنید خیلی بوما گشای مخصوص انمینه بالی بینیتان با من میچسبانه چسبانده 5-10 مینوت میستید و بعد کنده میگیرید یعنی خشک شود من کریمش از کریمش هم میکشویم من پشتش نگاه کنیم چه چیزی باشه اگر هوا خنک باشد گوست یخ کند گر مینوس 5-25 درجه باشه میتونید 15-20 مینوت آبی گرم بمانید من از کریمش خودش میکشم منش کلی نسخه میکنم چه راستی که منم خیلی چیزی که میدانستگی نیو خیلی با پروبا کنم چیه کنی چیزیه گپو چیزیه کار من امروز دویوم روز من نگاه کنم مچتی همه کلانترین نوسیبیرسک بشه اشنانده مچتی مسلمانی منم جای باد مچی نماز بسیارتر هم اینجا با آمدن میسا من با ساختار
روزی اید میگن تا انمون داری اشنه میگن انم اینجا پاونی آدم شد میگن ما انم اینجا به جا شدیم انم اینجا میگن تماما آدم پر شد میگن نماز به من میگه اشن راست خواستیم کمتر یک بچه های چغز نانیم راستی چقدر شد نامدگی نبودیم من میدانستگی ها یا نوسیبیرانگی بودگی ها میدانن که اشنی کلانترینی نوسیبیرسک ایسو هم جنده توشی ماشانه چغزده بید مامایسه روز شما بوده سن؟ امروز هوا اوزی بعدی بید راستی کشاده شد از سهر بود هوا گرفتگی باران امروز جای آبدیخ بی ها ماشینه بی ماشینه استسیاری بوواته بیانی وحانده هایکو ani احسانی نانده هایکو ani امکش سوخش براف های کره براف کو ها معلش میاری موزی این گلی وایه بود از سیسوف گلی زنده در نسبت گل کاشتگینی بی بود بدر نه گلی زنده بود است اینجا جایی ببینید کافی خوری مگزین مرملات منه چه خواهید بیبر میکنید همه سینی کشه چیزاد انوه نگاه کنید همش اینجا مرملات بیاد سخت نکه من نگاه خیلی نمخورد این بچه ها شتوکش 150 روبه درونی اشان دارم چه کنی درون ها با تیگه چه قشد یک کنیم اضافه شد که نام دیم راسته پیش 7 ساله بود که خیلی چغ زنیم خیلی وقت خوزه راسته نیست است به فکرم اینجا راستی سبچه لازم بود و این کلام بود است دخترچه مایدوه برای توی گل چاشیبه این دخترچه مایدوه با دستش به کلام 3 ساله ها هم به دخت مایده ترش باشد بیاد با ناز بود نرخش 469 روبلی خیلی کلام به فکرم با اوجه کلام کناشتی و رفت که همه مایده چه میموده است وزی خیلی با میبینیم چونان آدم بسیار که به کسی آچورد چی بنید آچورد ما 10 آمده می 12 ما یا منم اینجا بیستادیم ما بچه ها که گفتیم تا و یک همه هی های تماشا کنیم گفت آدم همه خیلی که همه روز شننده راستی که بعد ما به ساعت 10 شب بود همسایه گفتن برای یعنی سبت من باید فطیر تیار کنم گفتن دخواب کتان پزم دخواب کتان کلانتر ده ما دو کس یعنی فطیر تیار کرسیم اینجا با گفتم شاورما جیم کنید اینا یعنی شاوری من الکی میدونم که میدانستگی ها میدونم که شاوری من نووا بودن نوایی کلان بودن برای من چه گم نانوی خوش رو گل میزنن دستشان که 4 تا من کردم 4 تا اینا کردن من فکر منه و کراسیم یعنی گل زسیان دستشان که گل کراسیم فطیرایه فطیری کلانه کنیم برای یعنی سبتی چه گم سبتی خدا خانه خدا ببرن برای همین 8 دانه یعنی فطیر تیار کردیم من کمتر من فکر یعنی من نوار گرفتم من این 4 دانش یعنی من تیار کردم کارت دادم گردش به این 4 دانه یعنی فطیری تیار کردیم من جایبات خوش رو آمد همش خمیرش یعنی شیر و روغن که تیار کردیم من گردکاشو من کارت داده تیار کردم 4 دانه من میخواه شد نمودی یعنی تیار کردیم من اینش باشد فطیری یعنی شفره من ما جیم کردیم من چخی آمد گردش راسته گب بیاد خوش رو یک شد جیماش رنگش هم خوش رو رشبه وای مالدم تخمو آبه روش کرده مالدم منه 4 دانه نی شاورم اینه جیم کرگی نگاه کنید چه خوش رو آمد خیلی برای سبت اینه فطیر تیار کرده دادیم بیاد خورسانشتن کارشان هم آسان شد با همسایه که به یکدیگر به حد نست. این بودیم روزه ویدیوی ما باقی در پناه خدا.